فکر کردیم الان به پسرم میکنم. ای خدا ما گیر کردم. سلام دوستان عزیز. برف آمده و ما هم در به در دنبال یک تپه چیزی کوهی تا بریم با فرزانه خانوم. سلام دوستان، خوبین؟ سلامتین؟ خوش آمدین با یک ولاگ دیگه با ما. آمدیم رفتیم اسکی چی میگن؟ از اینا رفتیم سورت، جای سورتمه سواری، البته به فارسی میگن سورتمه. بعد گفتیم که بیایم یک سوری بخوریم به یاد ایران. آخه ایران هر موقع برف میامد میرفتیم بلوار نماز، هاشمیه، کوههای اونجا میرفتیم. منظورش مشهده دوستان. میرفتیم اونجا با فامیلا دیگه، چایی یا آتیش و اینا. بعد میرفتیم دیگه سرسره بازی و به جای اینا ما چی میذاشیم؟ پلاستیک ماشین میذاشیم میوهستم خوردیم. بعد دیگه اینجا پلاستیک استفاده نمیکنن. البته شده استفاده میکنن نه؟ تیوب نه ندیدم حالا. اینا معمولا بیشتر از این چوبا اینا استفاده یا چوبا یا پلاستیکی ها. آره خلاصه دیگه به یاد اون روزا بعد به ما مرزا گفتم از اینا بگیر که بریم امسال یک اونا امسال بریم یکم از اینا سر بخوریم. آره دیگه با ما همراه باشید. آره دوستان براتون یک فیلم هایی بگیرم. پس زمین خوردن فرزانه با ما همراه باشین. از الان فکر کنم پیش بینی کردن. آره دوستان فرزانه میخواد سوار اسباب بازی بوشه. ببینیم چطوری میاد پایین. هرچند که برفا تا حدودی آب شده. آره بشیم. ترمز گرفت. چطور بود؟ خیلی خوب بود. زرنا ترسیده رفت. تو این قضیه ترمز نمیگرفتی خب؟ چرا ترمز گرفتم؟ نه میگم چرا اور بکنم اینا ترمز نداره. اینا دیگه همجوری میاد. برو تو برو. خیلی مزه میده برو. خب دوستان الان نوبت محمد رضایه. بودو بیا. یا خدا چون چپکی داری میری. چطور بود؟ چرا تو کج آمدی؟ میگن عروس نمیتونه برقصه دیگه زمین زمین کج بود دیگه. دستت یخ زد؟ نه دست میسنه به برف خورد. ترسیدم که بو بچه ها بخوره اینجوری شد. تو باید بالاتر میشستی عزیزم. ما داریم میریم به بالاترین نقطه. اینجا دیگه بزرگان نشستن. وای از اینجا چقدر حال بده. عزیزم چقدر سرخ شدی. آره بریم بالا حالا کسی نخوره به ما. لیز نخوریم. نه لیزم دوستان فرزانه رفت. همین پشتی دوتا کجا رفت؟
اصلا هیچی نگفت همجوری نشست رفت. رفت نزدیک بود بخور به اون بچه. داره بودو میکنه. ما هم مرم الان فرزانه همجوری داره بودو میکنه میخواد بره بالا. چه سوق و شاقی نخوره الان زمین نخوره لیزه اونجا. آره دیگه دوستان یکی از تفریحات سالم زمستون همین سورتمه سواریه. سورتمه بهشان میگه احتمالا زیاد به دری نمیفهم چی میگه. خب فرزانه اونجا اینجا میخواد بشینه بیاد نشست. حالا لیز نمیخوره. آخ 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 فکر کردم الان به پسرم میکنم این خوبه ترمز داره. آره بعد خوبه مسیر راه هم عوض میشه. واقعا میتونی باش یعنی مسیر عوض کنی؟ این بهتر عزیزم یه خوب سرعتی میاد. آره؟ برو ما برم الان؟ الان تو برو. با آبیه یا با یکی خودم؟ اصلا با اون نرو با یه برو. باش. تو تا اون وقتا میخوای چایی بریزی یا بازم میخوای بده؟ نه ما چایی میزیم. اوکی بعدی بیا. میخواستم بگم بعدی زمستانیه که آلرژی دارم. هی آبریزش میاد و هی آب چشم میاد. هی آب چشم میاد. خب الان مامرزا بیاد پایین. رو پسر است کنارش بره اون. خیلی سرعتی میاد نه؟ آره تو فیلم فکر کنم زیاد فهمیده نمیشه. آره بعد این ولی که بگیری واقعا میاد این. آها یک چایی بزنیم چایی داغ توی سرمایه زمستان. سرما حقیقت سرما هم اگه بود برای این بچه ها برای ماها گرم شدن. آره میدونی داشت شما بالا بودی ما داشتیم میگفتیم که یکی از تفریحات سالم زمستان همیه که میتونی سورتمه سواری کنی. آره واقعا حال میده حال. نترس شدیم. آره تا یه کارمان نشه مثل شب بایناخته شب سیلوستر ما میریم. این سینی مایه. سینی ما. واو داغه چقدر داغه. داغه دی. خب دوستان توی گرمای زمستان گرمای زمستان بفرمایید چایی. ولی چایی چقدر زود سرد میشه. سرد شده مثل آب شده.
چند دقیقه پیش بهت گفتم این داغ هنوز میتونی بخوری. الان دیگه سرد شد. چقدر شلوغ شدن. آره. یا خدا. بچه ما میخوایم از منظره لذت ببریم. خیلی زمین میخوره و میخوایم آمار همش رو داشته باشیم. نگاه کن. او چه باحاله عزیزم. نگاه کن. 2 تا از این چیزا داره پلاستیک. چه باحال نه؟ جاپایی هم انگار داره. آره. سرد شده. ما بزرگا از این هم میگیریم ببین. با این هم میریم پایین. آی خدا. شما ما تا چای میوزم شما برو یک لیز بخور بیا. بدو. برو. آره برو. بدو دیگه. بدو دختر کوچولو. مویا رو ببین. گلشریه. کجایه؟ گلشریه؟ همشهریه؟ با چیکار همشهریه؟ همین چیز قضیه یا که اشتباه دیدم. نه همشهری که بود. همشهری؟ تا حالا ندیدم. همشهری ها کجا؟ پیداشان نیست. آره شاید نمیدونم. بعد داخل گروه بذارم روز بعدی که همشهری بیاد احساس غریبی نکنیم اینجا. خب دوستان ما میخوایم الان 2 نفره بریم و یک فیلمی هم بگیریم. دوستان واسه ما بزرگا ببینین از نه واسه لاکچری از نه. او عقب موندی؟ نه از این جاپایی ها. خب بریم همینجا یکم خلوت تره باش. اگه شلوغ بذار بشه. خانم هم بشینه. شما پس اول برو ما از پشت سر شما میام. باشه. وای بچه ها نخورم زمین. سب. شما حرکت نکنی یا با هم دیگه حرکت میکنیم باشه؟ ما پشت سر. خب اینجا کنارم بیا. یکم اونورتر. خب برو ما همینجا برو. امیدوارم ترمزم بچه ها کار کنه. بریم؟ آره 1 2 ترمز اول نکن. بریم. بیا کجا رفتی؟ چطور بود؟ خوبه فقط نمیدونی که مواظب دوربین باشی یا مواظب خودت. دیگه یوتیوبرها فقط مواظب ویدیوشن و دوربینشن. نگاه به یکی داره میاد. عايزين بریم دوباره. بریم؟ بریم. باش. یه بگیر عايزة؟ میری؟ اینجا لیز نیست. نه لیزا فقط تو نیومدی که ازت نگیرم ما؟ نه ها؟ عايزم جلو شلوغ شد. ها؟ چی شد؟ میگم جلو شلوغ شد الان نخورم بشم. نداره بابا. ما حالو میگیم ها. ای خدا ما گیر کردم.
من مروزه رو ما گیر کردم ما دوباره برو بالا کجا شد یه بار رفتیم و دوباره رفتم دستم یخ زد عزیزم بیا برم تو بشین ها تو بشین ما هم پاهای ما رو بگیر ما هم از پشت سر میام تو پای ما رو گرفتی که با اونجا گیر کردم یا بریم ما پاهای تو رو میگیرم نه تو پاهای ما رو باید دیگه چون ما بریم چرا قد گریه میکنی از خوشحالی لعنت به زمستان خیلی حال میده اونجا آلمانیا به ما دوتا نگاه میکردن میخندیدن یک سنه اینجوری وایسادن بعد انگار که به یک دید خوب داشتن نگاه میکردن میگن خوش به حالشون چه زوج به حالی چه جاله اچه اینجا ممرزای ایسا ترموز پاهاته برم یک دو سه اصلا نرم بلند شو نمیشه بابا عزیزم ما باید نشون باید نشون بدیم حرکات اینجوری خب بیا حالا میخوای نشون بدی بی بنده یه چایی بخوریم جیبات Beim nächsten Mal achten, pass auf. یک چایی بچه پشت من برسون باز با دست با این باز باید بزنمت بزن عزیزم بگی با این نمیتونم بگی با دست میتونم بیا alles gut آره alles gut. مردای بیچاره بهش همین رو دادم گفتم به همین قناعت کن به همین قناعت کنه میخورم چی؟ میدونی لیز خوب میخورم ولی باید تعادل تو حفظ نه کنی تعادل به کنار نشیمنگاه گهگداهی از روی سنگ رد میشه و درد میگیره پس امروز آمپول زیاد خورده اما خوبه بچه ها داره هی شلوغتر میشه ما که آمدیم جا پارک اصلا پیدا نمیشد یک 5 دقیقه 10 دقیقه صبر کردیم بالاخره یکی در شد حتما چایی بریز دیگه موقعش افغانی بودن ثابت کنیم باش باید نشون بدیم در هر جایی در شرایط چایی باید بکنیم خب دوستان عزیز امروز ساعت چنده الان؟ ساعت 3:30 همونجور که میبینین جمعیت هم هستن بعد همگی به ذوق و شوق سورتمه سواری لیزبازی به دری چی میگن بهش؟ لخشوم کاری؟ لخشک فکر کنم بهش میگن همه به ذوق او آمدن ما هم بعد از 10 سال اولین بار که آمدیم فرزانه هم بعد 2 سال بعد
خوبه که فکر چایی رو کردیم. همسایه های ما یعنی دور و بریا اینا چیزم آوردن، جای آتیش هم آوردن. چای آتیشی توی سرمای زمستون واقعا مزه دیگه ای داره. آره اما دیگه. زمستون بعدی یا روزهای بعدی، زمستون که الان تازه تقریبا شروع شده، روزهای بعدی 100% ما خیلی مجهزتر میام. اصلا فکرش نمی‌کردم که اینقدر شلوغ باشه. ولی شما خب فکر کردی تنهایی؟ آره واقعا 3-4 تا حالا باشه نباشه. آره عزیزم اینا ما واسه ما و شما اینا یکم چیز جدیده. یه خورده جدیدتره، البته. چون که اینقدر برف مثلا نمیامد. اگر میامد اینجوری نمیماند. نه عزیزم برای ما جدید نیسته، برای افغانیای اینجا یکم جدیده. ما تو ایران میرفتیم، ما فکر میکردم آلمانیا نیان. نه برای همشهریان واسه اونا هم جدید نیست. اونایی که از بامیان میان، بامیان شاید آب و هواش در حد روسیه یا در حد آخه ما فنلاند دور و باشه. برای خودمون ندیدم که اینجوری مثلا حرف از سوخت سواری و اینجور چیزا بگن نه. برای همه ما نمیدونم ولی امکان داره که اونا هم رفته باشن. حالا دوستانی که از افغانستان آمدن و با ما همراه هستن اونا بگن که شما هم همچین تفکیراتی چون ماها یکم آدمای شاد کن انرژی. بعد فکر نمی‌کردم آلمانیا اینجا بیان. آلمانیا؟ آره. یعنی شما میگید ما افغانیا شاد و دیگه اینجا رقص میده اینا، آلمانیا نه؟ آلمانیا عزیزم چرا بابا، اینا برعکس که از تفریحات اینا هست که زمانی که برف آمد دیگه اینا خیلی خوشحال میشن. واسه همون دیگه پیام بازرگانی. واسه همون تو زمستون اینا کلا دیگه پشت صحنه رو ببینین دیگه چقدر شلوغه. آره. یواش اول ما باید باشیم. نه اول ما. این سگه چشماشم بیچاره دیده نمیشن. آره دارم ما رو میبینن. ما قبل از این 3-4 بار لیست خوردم، هیچ دفعه نیفتاد. خیلی آسون ولی یک لحظه نه وایسا جالبی اینجا که همین رو ما شستم آوردم. تازه شستم آورد پوشیدی. نه برای بالا با پاچه است تمیز میشه. داستان اینجایه که زمانی که میخوای فیلم بگیری اینجوری میشی، ضایع میشی. ضایع شدی؟ نه بابا همه میفتن. خب دوستان عزیز الان ما میخوام برم سورتمه سواری. البته اینا سورتمه نیست ولی یک جوری میخوام برم که از فرزانه بهتر. حالا شما توی کامنت ها بهم بگین که ما بهتر بریم یا فرزانه. ما رفتم هی میگه که برو باید اینجا مواظب باشی که این همه ای که دارن میان پایین اینا بهت نخورن. یک خوبی این تفریحیه که همونجور که شما میبینین
فرزانه هم الان داره به شما نشون میده کوچیک و بزرگ اینا همگیشان داره اصلا یکی میفته یکی اینجوری کوچیک اینا میرن تفریح یعنی برای یک سن نیست فرزانه الان تقریبا اگه نیفتم صلوات فرزانه الان تقریبا 100 متر از ما دورتره میگه برو برو آه. خب رفقا خب خب رفقا بعضی هم مستقیم میان بالا انگار نه انگار که اینجا خب الش کن. خب فرزانه ببین دست باز برات میام ببین آره با این خوبه و اینکه ما به دوستا گفتیم یه جوری میخوام بیام که از فرزانه بهتر باشه واو به قول بعضی واو واو یا باشه دوست جمعیت اینجا رو نشون میده عزیزم عزیزم ما میخوام برم اون طرف از اونجا یک سر بخورم نه با ایتون میاد ما بخورم یا اخو اونجا افتادم به خاطر که او یه خانواده دقیقا روبروی ما آمدن آه یا آه الان میخوام فرزانه رو از او بالا بفرستم تو بیا برو یک دفعه از او بالا ندیدی یه خانواده دقیقا آمدن از روبرو رد میشه میبینن ما دارم میام همچنین ترمز کردم یک طرفه شدم دیگه خوشم کاری شده؟ نه اوکی خب پس حالا نوبت توه برو دقیقا از وسط اونجا بیا حالا سرش بیشتره یا نه؟ آره خوبه طولانیه آره طولانی هست ولی خب پر نداره خب یک سر دیگه هم هست اونجا نگاه کن میبینی؟ افسو البته اون کوتاه هم میاد فقط تا اونجا یک دفعه برو از وسطش بیا ببین اونجا هم هست ببین یک صندلیه دیگه صندلی سنگی وسط و صندلی سنگی بشین بیا دوستان عزیز فرزانم میخواد سوار شه نه اونجا نه حالا ببینیم اینجا
ببینید چجوری میاد پایین. یه گوشی هم البته دستش استوب کرد. بیا پایین دوباره با یه گوشی باز خوب اومدی. آقا برنده تویی. حال کردی؟ آره ولی خوب طولانیه، کیف میده. آره الان بریم چای دیگه بخوریم. آره چای بریم. خب دوستان ما رسیدیم به آخر تفریح امروز. هوام داره تاریک میشه. خیلی حال داد. خیلی خوش گذشت واقعا. جای شما همه خالی. یک روز برنامه بچینیم تو زمستون، همه با هم دیگه بریم سوسمار سواری. آره اونایی که پای هستن لایک بکنن. لایک نه کامنت کنیم که ما بشناسیمتون. آره کامنت بذارن. برنامه میچینیم. پایه ها کامنت میذارن دیگه، ببینیم کیا پایه یا. آره میایم. بعد دیگه امیدوارم که شما هم لذت برده باشین. لذت برده باشین. ما هم ارزا چند دفعه خوردیم. از زمین خوردن ما لذت ببریم. آره. آره بعد اگه روزای دیگه همینجور برف ماندش باز بیایم دوباره. خیلی کیف زد. دوباره که میایم احتمال زیادی میگیم. بعد این برف خشکه، اینا آب نمیشه عزیزم. آره اینا یکم زمان میبره تا آب اینا بشه. خیلی زمان میبره، ولی به 100% دوباره برف میبره. آره بابا هنوز مانده یک دو ماهی. عزیزم دست چپ باید بری، میدونی؟ میدونی خاطر تو خیلی میخوام. بخوام دیگه. خاطر تو خیلی میخوام. خب دوستان لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. حمایت می‌خوایم بریم کنید. شب چیکار بکنیم حالا؟ حالا شب هم بولانی پزون داریم دیگه، ببینیم. واو. امروز که یک شنبه مغازه بسته. آره پیتزا افغانی. چقدر تو بلدی. آره ببینیم که بریم لیدل هابانوف. اگه تره گیرمان آمد بریم تره بگیریم، بریم بولانی درست کنیم. تا یک ولاگ دیگه چوس. تا یک زمین خوردن دیگه خدا.